برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، وفایی قطعاتی در مایه شور می خواند. این برنامه با شرکت بزرگ لشکری، مجید نجاحی، حسن ناهید، محمود رحمانی پور، فریدون حافظی و حسین همدانیان به سرپرستی همایون خرم اجرا شده است.
مدامم مست می‌دارد، مدامم مست می‌دارد. نسیم جعد گیسویت خرابم می‌کند، خرابم می‌کند. هر دم فریب چشم جادویت حبیب من پس از چندین شکیبایی، پس از چندین شکیبایی، شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزی در محراب ابرویت یا خدا. وگر
رسم فنا خواهی وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی خدا برافشان تا فرو ریزد هزاران جان ز هر موی آدم سرگردان بی من از افسون چشم مست او من از افسون چشم مست او از بوی گیسو
و اگر رسم فنا خواهی که از عالم بندازیم بهشتی ز گلستان که بود این به رخ تازه تر از لاله ز بستان که بود. راحت جان که بود دلبر جانان که بود دلبر جانان که بود. از شمیم نفسش از شمیم نفسش خانه عبیرآگین شد. یا رب این قالیه بود یا رب این قالیه بود شمع شبستان که بود شمع شبستان